به این دروازه نگاه کن. بزرگه، نه؟ اما اگه بهت بگم تو دقیقه 90 مغزت این دروازه رو به اندازه یه قوطی کبریت کوچیک میبینه، باور میکنی؟ این اصلا شوخی نیست، یه خطای بیولوژیکیه. اسم علمیش ادراک کنش محوره. چشمایی تو دوربین نیستن، اونا قاضی هن. هر چقدر ضربه برات سخت‌تر به نظر بیاد، چشمات هدف رو دورتر و کوچیک‌تر نشون میدن. طبق تحقیقات یک دانشمند علوم شناختی، ثابت شد بازیکنایی که برای پنالتی زدن استرس دارن، دروازه رو 10 الی 20% کوچیک‌تر می‌بینن. یعنی به نقطه‌ای شوت میزنن که واقعا وجود نداره. انگار مغزشون داره تو واقعیت دست میبره. اما چرا؟ وقتی استرس داری، کورتیزول باعث دید تونلی میشه و مغز برای بقا حواشی رو حذف میکنه و فقط روی تهدید متمرکز میشه. حالا تهدید کیه؟ دروازه‌بان. راه حل این موضوع فقط یک چیزه: کالیبره کردن مغز. بازیکنایی با تجربه قبل از ضربه آگاهانه ابعاد دروازه رو توی ذهنشون زوم میکنن. طبق تجربه‌های قبلیشون به مغز فشار میارن که ضربه‌های قبلی رو به یاد بیاره و به راحتی این توپ رو هم وارد دروازه کنه. حالا خودت تو پشت یه ضربه پنالتی تصور کن. چجوری قراره مغزت رو کنترل کنی؟ Shoot! Right here! Come on! You know where I'm going!